به نام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبری این ساعت از شبکه رادیو تلویزیون جهانی بریلک خوش آمدید. مشروع خبرها: مسئولیت نهادهای امنیتی کشور تأمین امنیت انتخابات است، نه مداخله. مقام‌های وزارت امور داخله در واکنش به نگرانی کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر احتمال مداخله نهادهای امنیتی در برگزاری انتخابات پیشرو میگویند هیچ نهاد امنیتی کشور حق ندارد به نفع کدام کاندید کار کند و یا هم در انتخابات مداخله نماید. مسئولیت نهادهای امنیتی کشور تأمین امنیت است. در پهلوی امنیت مداخله افراد حکومتی به خصوص سکتور امنیتی در انتخابات پیشرو مشکل عمده سد راه برگزاری انتخابات آینده شمرده می شود. اخیراً مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفتند تجارب انتخابات گذشته نشان داده است که برخی از افراد حکومتی و سکتورهای امنیتی کشور در انتخابات مداخله نمودند و احتمال تکرار آن در انتخابات پیشرو نیز وجود دارد. اما وزارت امور داخله با رد این ادعا میگوید نهادهای امنیتی کشور در روز انتخابات تنها مسئولیت تأمین امنیت را دارند و هیچ فرد یا نهاد امنیتی حق ندارد به نفع کسی و یا در سایر بخش‌های انتخابات مداخله نماید. برای هیچ منطقه اجازه دیده نمیدیم که به نفع یک کاندید یا به ضرر یک کاندید در چی در سطح شورای ملی و چی در سطح شورای ولایتی و ریاست جمهوری اینا کار بکنن. فقط وظیفه ما مشخص است در انتخابات، همون تامین امنیت مراکز انتخابات است، تامین امنیت کاندیدات، تامین امنیت ناظرین و مردم افغانستان است که بتونن به آزادی یا در یک فضای خوب امنیتی برند و باید با این حال برخی از نمایندگان مردم در ورودی جرگه نیز از احتمال مداخله در انتخابات پیشرو از سوی افراد زورمند به خصوص سکتور امنیتی نگرانند. من فکر میکنم نه تنها نهادهای امنیتی که در مجموع دستگاه حکومت افغانستان در حال آمادگیری های یک تقلب بسیار سازماندهی شده و وحشتناک بر انتخابات افغانستان است. ما هر روز تا به انتخابات نزدیکتر میشیم، حکومت خوابهای وحشتناکی برای انتخابات میبینه. این نماینده مردم همچنان میگوید احتمال مداخله شخصی رئیس جمهور نیز در انتخابات پیشرو وجود دارد. تمام دستگاه حکومت که در رأس رئیس جمهور قرار دارد تلاش خواهد کرد که از این فرصت استفاده کنه به نفع نامزد مورد نظرش و متاسفانه انتخابات بار دیگر به یک بازی بسیار نامشروع و خراب تبدیل کنند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16ام عمل سال 1393 برگزار گردد. اظهارات اخیر وزیر امور داخلی افغانستان در خصوص امضای قرارداد امنیتی زنگ بیدار کننده برای رئیس جمهور کرزی است. عمر داودزی وزیر امور داخلی کشور اخیراً در یک نشست خبری امضای پیمان امنیت با امریکا را برای افغانستان سرنوشت ساز خوانده. وی همچنان از امریکا خواست که هیئت را برای گفتگو بر سر امضای پیمان امنیتی به کابل بفرستد. برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند اظهارات وزیر امور داخله میتواند برای سایر اعضای کابینه رئیس جمهور نیز جرأت میدهد تا موارد سرنوشت ساز کشور را اظهار نظر کنند. برای نخستین بار یک مقام بلندپایه امنیتی افغانستان خواهان رفع بنبست میان کابل و امریکا در مورد امضای قرارداد امنیتی شده است. عمر داودزی وزیر داخلی افغانستان در نشستی که با قماندانان امنیتی کشور داشت گفته بود که امضای این قرارداد به نفع مردم افغانستان می باشد. برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه این اظهارات وزیر داخله را زنگ بیدار کننده رئیس جمهور کرزی می دانند. من فکر میکنم یک زنگ بیدار باش بر رئیس جمهور کرزی است که بفهمه که اگر بیش از این موافقتنامه امنیتی را در گروگان بحث‌های انتخاباتیش نگاه کنه، کسانی حتی در درون حکومتش هستند که بر علیه تصمیمش استاد شوند و در برابرش نه بگویند. این در حقیقت یک پاسخ بسیار روشن به خواسته‌های نامشروع رئیس جمهور افغانستان است. با گفته این نماینده مردم در ولسی جرگه اظهارات وزیر داخلی افغانستان میتواند برای سایر اعضای کابینه رئیس جمهور نیز جرأت دهد. باور من است که وقتی یک وزیر قدرتمند حکومت میآید و از موضع خارجی ها دفاع میکنه و رئیس جمهور در برابر این موضع قرار داره، چیزی که رئیس جمهور میگه فعلا امضا کسانی که در میخواین امضا شوه خواست خارجی هاست، اما رئیس جمهور میگه ما امضا نمیکنیم. خودش نشان دهنده است که
یک مشکل در درون نظام به وجود آمده و رئیس جمهور میتونه این کنترل کنه. در غیر از او شاید این مشکل بزرگتر شود، تعداد بیشتر وزرا یا مقامات حکومتی چون روزهای آخر حکومت هم است بتانن تمایل نشان بدن برای چون این بحث های. جنجال ها بر سر امضای پیمان امنیتی از زمانی آغاز شد که رئیس جمهور کرزی مشوره جرگه مشورتی مبنی بر امضای هرچه زودتر این پیمان را نادیده گرفت و برای امضای این پیمان شرط‌های تازه‌ای را مطرح کرد. نامزدان شورای ولایتی کابل میگویند اگر صلاحیت نظارت به این در قانون شورای ولایتی داده نشود آنان انتخابات را تحریم خواهند کرد. شماری از کاندیدان شورای ولایتی کابل از دولت افغانستان و پارلمان کشور خواستار تصویب کلمه نظارت در قانون شوراهای ولایتی کشور شدند. نامزدان شورای ولایتی میگویند حذف کلمه نظارت از صلاحیت شوراهای ولایتی سبب فساد اداری در ولایت کشور خواهد شد. شماری از کاندیدان شوراهای ولایتی کابل در یک نشست خبری از دولت و پارلمان کشور خواستار تصویب کلمه نظارت در صلاحیت وکلای شوراهای ولایتی شدند. آنها میگویند که وکلای مردم در پارلمان به صورت دوامدار در ولایات حضور ندارند، بنابراین صلاحیت نظارت کارکردهای دولت در ولایات به شوراهای ولایتی داده شود. آنان هشدار دادند که اگر خواستشان در نظر گرفته نشود به حرکت‌های مدنی دست خواهند زد و تا تحریم انتخابات پیش خواهند رفت. از پارلمان خود ایره میخواهیم که به کدام دلیل منطقی مسئله نظارت را از شورای ولایتی حذف کردن و را دادن به مشوره‌دهی وظایفش هم زیاد مشخص و معلوم نیست، در حالی که حذف نظارت از شورای ولایتی من فکر میکنم بله گفتن به فساد اداری است. اینا یا خوب درست فکر نکردن یا خوب بین خود غور نکردن و شورای ولایتی که دست راست مجلس این است دست راست خود قطع کردن. این در حالی است که چند قبل طرح قانون شوراهای ولایتی در 7 فصل و 41 ماده به تاریخ 21 جدی با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید، اما دادن صلاحیت نظارت به شوراهای ولایتی از سوی اعضای این مجلس رد شده بود. قابل یادآوری است که طرح قانون شوراهای ولایتی قبل از این نیز به مجلس نمایندگان آمده بود، اما شماری از اعضای این مجلس دادن صلاحیت نظارتی به شوراهای ولایتی را خلاف قانون اساسی دانستند و به همین دلیل این موضوع برای تفسیر به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی فرستاده شد. آغاز رهایی زندانیان زن به اساس فرمان شماره 80 ریاست جمهوری مقام ریاست جمهوری به مناسبت میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم 19 تن از محبوسین محبس آناسیه بادامباغ و 22 تن از مرکز تربیه اطفال این محبس رها و از مدت زندان آنان کم شده است. اما این زندانیان مدت تخفیف را غیر عادلانه خوانده و از رئیس جمهور کرزی خواستند که تا همانند زندانیان بگرام به پرونده های آنان رسیدگی کرده آنان را آزاد کند. در نشست خبری که بر روز دوشنبه در زندان زنانه بادامباغ برگزار شده بود، رئیس کمیسیون تطبیق فرمان شماره 117 ریاست جمهوری ضمن اعلان رهایی 2 تن از زنان و تخفیف در مدت حبس 17 تن دیگر خبر داده میگوید که این تخفیف 3 تا 18 ماه می باشد. آغاز گروپ اول به خاطر تطبیق فرمان امروز در محبس آناسیه داریم که جمعاً به تعداد 19 نفر شامل رهایی و تخفیف است که 2 نفر قابل رهایی دانسته شده و 17 نفر امروز قابل تخفیف دانسته شده. عزیز احمد سرباز میگوید که در سال جاری 3300 پرونده نسبتی زندانیان شامل فرمانهای ریاست جمهوری قرار گرفته و از جمله حدود 400 تن به اساس این فرمانها از بند رها شدند. اینا در عفو و تخفیف در مطابقت با فرمان مقام محترم ریاست جمهوری که به تأسیس از صلاحیت ماده 64 قانون اساسی کشور صادر شده قابل تطبیق بوده و تطبیق شده. هرچند مقام‌های زندان زنانه اجازه مصاحبه با این زندانیان را نداد، اما آنان در اعتراض به کم بودن مدت تخفیف نظم جلسه را برهم زدند و دولت را متهم به فساد اداری و رئیس جمهور را به برخورد دوگانه در مقابل زندانیان کردند. آنان تاکید دارند اگر دولت به پرونده‌هایشان رسیدگی نکند خودکشی خواهند کرد.
یا مرحومش یا قید از سر ما صادر کنیم. در همین حال مقام‌ها در زندان زنانه بادامباغ ادعای زندانیان را به بنیاد خوانده میگویند که همه زندانیان شامل فرمانهای ریاست جمهوری شده است. گفتن است که در زندانهای کشور حدود 29000 زندانی به اتهام جرایم گوناگون به سر میبرند که از جمله 850 تن آنان را زنان تشکیل میدهند که این رقم نسبت به سایر کشورها کم است. در یک حمله انتحاری که بامداد روز دوشنبه در شهر راولپنڈی پاکستان روی داد، دست کم 14 تن کشته شدند. در این حادثه 15 تن دیگر زخمی شده اند. پلیس میگوید که این واقعه زمان رخ داد که یک موتورسایکل سوار انتحاری خود را در منطقه تاسیسات نظامی جا گرفته انفجار داد. این حمله یک روز بعد از انفجار خونین صادر شد که در آن دست کم 20 تن از سربازان ارتش پاکستان در شمال غرب آن کشور کشته شدند. طالبان مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. استقبال آمریکا از اشتراک ائتلاف ملی سوریه در نشست ژنو 2. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از تصمیم گروه اصلی شورشیان سوریه برای شرکت در مذاکرات صلح سوئیس استقبال کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا گفته است تصمیم ائتلاف ملی سوریه برای شرکت در مذاکرات تصمیم شجاعانه بوده است. تصمیم گروه اصلی شورشیان سوریه برای اشتراک در مذاکرات صلح سوئیس مورد استقبال وزیر خارجه آمریکا قرار گرفت. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است این اقدام گروه شورشیان سوریه قابل ستایش می باشد. قبل بر این نیز وزیران امور خارجه بریتانیا و فرانسه هم در اظهارات مشابه خواستار پایان دولت فعلی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه شدند. هدف از برگزاری دومین دوره مذاکرات سال موسوم به مذاکرات ژنو 2 آغاز روند تشکیل یک دولت انتقالی برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه است. تخمین زده می شود که شورش‌های سوریه که به جنگ داخلی انجامیده است در 3 سال گذشته 100,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. از 120 نفر عضو ائتلاف ملی سوریه تنها 73 نفر در جلسه ائتلاف در استانبول اشتراک داشتند. از این تعداد تنها 58 نفر یعنی کمتر از نصف کل اعضای ائتلاف ملی سوریه موافق شرکت در مذاکرات صلح بودند. ائتلاف ملی سوریه قبلا گفته بود که تنها در صورت حاضر است در این مذاکرات شرکت کند که بشار الاسد رئیس جمهور این کشور در دولت انتقالی آینده نقش نداشته باشد. بیننده های عزیز شبکه جهانی بیدلیک، این بود تازه ترین رویدادهای مهم افغانستان و جهان که تقدیمتان شد. شاد و پیروز باشید. برنامه‌های سیاسی، تحلیلی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و تفریحی از تلویزیون برلین.